حملات توریستی اخیر در کابل، قندهار و هلمند خشم باشنده‌های شهر کابل را برانگیخته و ده‌ها تنشان در روز جمعه با سر دادن این شعارها در برابر سفارت پاکستان گرد هم آمده بودند. روند سبز که این گردهمایی و راهپیمایی را راه اندازی کرده از حکومت می خواهد تا در برابر پاکستان اقدام جدی کرده و سفارت آن کشور در کابل را ببندد. زمان غوښتنه ده چې د پاکستان له جنایت او د جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقاني او کوچا شورا د ترهګرو ډلو مشران دي د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤل دولت په توګه دي چلند وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان نړیوال ترهګریزه ډله اعلان کړي. این واکنش ها در حالی است که حملات انفجاری و انتحاری روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، قندهار و هلمند ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت حملات کابل و هلمند را طالبان مسلح به عهده گرفتند، ولی آنها از گرفتن مسئولیت حمله قندهار که در آن چندین دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند انکار می‌کنند. خواستیم در زمینه موقف تازه حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما شکیب مستغنی با آن که در ابتدا به صحبت در این زمینه تعهد کرده بود ولی سپس حاضر نشد. از سوی دیگر شماری از اعضای روند سبز به رادیو آزادی گفتند که جامعه جهانی باید پاکستان را به دلیل حمایت از تروریسم در انزوا قرار داده و کمک ها با این کشور قطع گردد. ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که اینجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطنان های ما را به این و آن به قتل میرسانند. خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در این جای شک نیست در تمام حملات دست داره. ایره برات بگویم از گذشته های دور فرد ملت ما میفهمه. فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده. میخوایم ما نفرت خود ابراز بکنیم در مقابل سفارت پاکستان که این سفارت جاسوسی است یا این سفارت انتحارسازی است و ما میخوایم قطع روابط بکنیم با همین پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده. پاکستان در حال بر حمایت و سازماندهی این حملات متهم شناخته می شود که اخیراً اتحاد 39 کشور اسلامی علیه تروریسم راحل شریف لویدرستیز پیشین این کشور که به حمایت از تروریسم متهم است را به عنوان رئیس این اتحاد گماشتند.